سلام، من پارمیدام. توی این قسمت قرار داستان گردآفرید و سهراب رو براتون تعریف کنم. حتما سابسکرایب کنید، حتما لایک کنید، کامنت بذارید و زنگوله رو فعال کنید و روی آل بذارید. بریم که داشته باشید. گردآفرید نخستین شیرزن حماسه ملی ایران است. گردآفرید دلربا و چالاک با اینکه در شاهنامه حضوری کوتاه دارد و شکست هم می‌خورد، بسیار برجسته است و یکی از گیراترین زنان شاهنامه. وی را می‌توان مانند فرانک، آرنواز و شهرناز نمونه زن اصیل ایرانی دانست. او در جنگاوری بی همتاست. در رهسپاری سهراب از توران به ایران، هنگامی که وی در جستجوی پدرش رستم است، با او آشنا می‌شویم. در مرز توران و ایران، دژی به نام سپیددژ است. گژدهم که یک ایرانی سال خورده است، بر آن فرمان می‌راند و همواره در برابر دشمن پایداری سرسختانه‌ای می‌وزد و با این کار دل همه ایرانیان را به آن دژ امیدوار می‌سازد. گژدهم پیر پسری خرد به نام گستهم دارد و دختری به نام گردآفرید. سهراب ناچار است پیش از درآمدن به خاک ایران از این دژ بگذرد. در نبرد میان سهراب و هژیر، فرمانده دژ یعنی سهراب بر او پیروز می‌گردد. سهراب نخست می‌خواهد او را بکشد، اما سپس او را اسیر کرده و راهی سپاه خود می‌کند. حالا که تا اینجای ویدیو اومدید، پس حتما یادتون نره سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو فشار بدید و روی آل بذارید و حتما برای من کامنت بذارید. آگاهی از این رویداد دژنشینان را سراسیمه می‌سازد، اما گردآفرید چنان این را مایه ننگ می‌داند که بر آن می‌شود خود به نبرد او می‌رود. سهراب در پی چالش آن شیرزن به رزمگاه در می‌آید و آن دو به پرخاش و نبرد در می‌آیند. سهراب در برابر باران تیر گردآفرید ناچار سپرش را به کار در می‌آورد. وی جنگ کنان نزدیک گردآفرید می شود و نیزه او را می گیرد. با نیزه جامه جنگی او را می درد. گردآفرید شمشیر می کشد و با فرود آوردن آن نیزه سهراب را می شکند. سرانجام می بیند که توان رویارویی با سهراب را ندارد و می کوشد سوی دژ بگریزد. اما سهراب به او میرسد و کلاه خودش را برمیگیرد. تازه میبیند که آن پیکارگر نه مرد بلکه دختری زیباروی است. گردآفرید به نیرنگ دست میازد و به سهراب میگوید که خوب نیست رزمندگان ببینند که وی در نبرد با یک دختر به چنین کوشش و رنجی گرفتار آمده و به او پیشنهاد میکند که همراهش به درون دژ برود و دژ در چنگ اوست. سهراب که خیره او شده در دام شگرد گردآفرید میافتد. گردآفرید او را تا در دژ میآورد. سپس با چابک دستی بسیار به درون دژ میجهد و در را میبندد. سهراب بیرون میماند. گردآفرید به بالای دژ میرود و نیشخند کنان فریاد میزند ترکان ز ایران نیابند جفت.
سپس به اندرز به او میگویند که بهتر است پیش از آن که رستم به آنجا برسد همراه سپاهش به توران برگردد. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما بودید. حتما سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، زنگوله رو فعال کنید، روی آل بذارید. شام شام آی بلا سر من شام شام آی بلا سر من حسرین ششاوم شادل من حسرین ششاوم شام شام آی بلا سر من شام شام